سلام دوستان، به بخش دوم از قسمت دوم ترکیش با مهدیس خوش اومدید. قبل از شروع درس ازتون میخوام چنل رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر زنگوله رو فعال کنید. همچنین برای رشد و بهتر دیده شدن کانال لایک و کامنت رو فراموش نکنید. بریم صفحه 15 کتاب و با هم تمرین 5 رو حل کنیم. Yandaki resimlere bakalım ve cümleleri numaralandıralım. در اینجا 6 بیوگرافی براتون نوشته و از شما خواسته صاحب این بیوگرافی ها رو پیدا کنید. من جملات رو براتون میخونم و معنا میکنم. جمله اول: Benim adım Ahmet. اسم من احمده. Ben Suriyeliyim. من سوریه‌ای هستم. اهل سوریه هستم. Ben öğretmenim. من معلمم. به نظر شما کدوم تصویر میتونه باشه؟ درسته. تصویر دوم. بریم جمله بعدی. Benim adım Aziz Sancar. اسم من عزیز سانجاره. Ben Türk'üm. من ترک هستم. Ben profesörüm. من پروفسور هستم. کدوم تصویر میتونه باشه؟ Evet, doğru. بله درسته. تصویر پنجم. جمله بعدی. Benim adım Liana. اسم من لیانا. Ben Malezyalıyım. من اهل مالزی هستم. Ben doktorum. من دکتر هستم. کدوم تصویر میتونه باشه؟ Evet, doğru. تصویر ششم. بریم جمله بعدی. Benim adım Can Reno. اسم من جان رنوه. Ben Fransızım. من فرانسوی هستم. Ben aktörüm. من بازیگرم. کدوم تصویر میتونه باشه؟ تصویر سوم. بریم جمله بعدی. Benim adım L. اسم من ل هست. Ben Çinliyim. من چینی هستم. Ben öğrenciyim. من دانشجو هستم یا دانش آموز هستم. کدوم تصویر میتونه باشه؟ Evet, doğru. تصویر چهارم. بریم جمله آخر. Benim adım Fatıma. اسم من فاطیما. Ben Nijeryalıyım. من اهل نیجریه هستم. Ben mühendisim. من مهندسم. کدوم تصویر میتونه باشه؟ Evet, doğru. تصویر اول. دوستان عزیز، تمرین پنجم رو به خوبی با هم انجامش دادیم. قسمت بعدی کتابتون dinleme. dinleme یعنی شنیداری. من از شما میخوام داخل منزل به dinleme بارها گوش بدید و سعی کنید متوجه بشید. شما با بارها گوش دادن به dinleme میتونید مهارت شنیداری خودتون رو تقویت کنید. میریم سراغ قسمت بعدی، یازما. همونطور که قبلا بهتون goftam یازما یعنی متنی که شما باید بنویسید. Aşağıdaki cümleleri kullanalım ve sınıftaki arkadaşlarımızla bir diyalog yazalım. توی این قسمت از شما خواسته از جملات زیر استفاده کنید و با دوستانتون دیالوگ کنید. Senin adın ne? اسم تو چیه؟ Nasılsın? حالت چطوره؟ Nerelisin? اهل کجا هستی؟ ممنون oldum. خوشبخت شدم. و قسمت آخر صفحه 15 konuşma. konuşma یعنی که شما صحبت کنید. Kitabı kapatalım. Aynı soruları arkadaşlarımıza soralım. توی این قسمت از شما خواسته کتابتون رو ببندید و دقیقاً همین جملاتی رو که توی یازما نوشته بود رو از دوستانتون بپرسید و باهاشون مکالمه کنید. شما اگر پارتنر آموزشی دارید میتونید با هم مکالمه کنید و اگر ندارید میتونید این سوالات رو جلوی آینه خودتون از خودتون بپرسید و جواب بدید. میریم صفحه 17 کتاب dinleme.
دینلمه این قسمت رو دوباره گوش بدید و سعی کنید اون رو یاد بگیرید. دوستان عزیز، امیدوارم تا این لحظه از یادگیری زبان ترکی لذت برده باشید. میریم به ادامه درس، یعنی صفحه 18 کتاب. قسمت بالای صفحه تمرین 6. در این قسمت ما میخوایم نام روزهای هفته و ماههای سال رو به ترتیب یاد بگیریم. من ابتدا روزهای هفته و پس از اون ماههای سال رو براتون به ترتیب میخونم. از شما میخوام همراه با من تکرار کنید. اما قبل از اون این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در ترکیه هم روز ابتدای هفته با دوشنبه شروع میشه. günler روزها. pazartesi دوشنبه. salı سه‌شنبه. çarşamba چهارشنبه. perşembe پنجشنبه. cuma جمعه. cumartesi شنبه. pazar یکشنبه. در قسمت بعدی ماه‌های سال قرار داره. aylar ماه‌ها. ocak şubat. mart nisan mayıs. haziran. temmuz. ağustos. eylül. ekim. kasım. aralık. دوستان این نکته رو هم بعد خدمتتون عرض کنم که ماه‌های ترکی بر اساس ماه‌های میلادی هستش. بریم تمرین 6 رو با هم بخونیم. boşlukları dolduralım. در این قسمت از شما خواسته جاهای خالی رو با حرف یا اسم مناسب کامل کنید. من کامل شده این جدول رو در ابتدا خدمتتون نمایش دادم. پس میریم سراغ تمرین بعدی، یعنی تمرین 7 کتابتون. در این تمرین هم دقیقاً مثل تمرین 6 از شما خواسته جای خالی رو با اسم ماه مناسب کامل کنید. اما قبل از اون با هم اسم فصل ها رو یاد میگیریم و سپس ماهایی که داخل هر فصل قرار داره رو براتون میخونم. از شما میخوام مثل هر بار همراه با من تکرار کنید. ilk bahar بهار. yaz تابستان. sonbahar پاییز. kış زمستان. بریم ماهایی که داخل هر فصل قرار داره رو با هم بخونیم. ابتدا با فصل بهار شروع میکنیم. مارت، نیسان، ماییس. یاز یا فصل تابستان. haziran، تموز، ağustos. sonbahar یا پاییز. eylül، ekim، kasım. kış یا زمستان. aralık، ocak، şubat. در تمرین 8 کتاب قراره با اعداد آشنا بشیم. ابتدا من اعداد رو براتون از 1 تا 30 میشمارم. از شما میخوام همینطور که خط میبرید همراه با من تکرار کنید و سعی به حفظ اونها داشته باشید. bir، iki، üç،
4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 زبان آموزان عزیز، شما میتونید بارها این قسمت رو پلی کنید و اعداد 1 تا 30 رو حفظ کنید. در تمرین 8 sayıları yazalım. از شما خواسته جای خالی رو با عدد مناسب به حروف یا عدد پر کنید. من برای شما حل شده این تمرین رو نمایش میدم. اما قبلش بهتره شما ویدیو رو در حالت استاپ قرار بدید و پس از اون جواب هاتون رو با من چک کنید. همچنین میتونید این تمرینی که برای شما آماده کردم انجام بدید و پاسخنامه اون رو در ابتدای اپیزود بعدی دریافت کنید. امیدوارم تا این لحظه از تماشای ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت رو فراموش نکنید و منتظر اپیزود بعدی باشید. خدا نگهدار.